سلام دوستان، به کانال بیوگراف خوش اومدید. معصومه علی نژاد قمی کلایی متولد 20 شهریور سال 55 که با نام مستعار مسیح علی نژاد شناخته میشه، خبرنگار، روزنامه‌نگار، مجری و فعال حقوق زنان ایرانی آمریکایی است. مسیح بنیانگذار و طراح جنبش‌های آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید با هدف آزادی حجاب و رفع حجاب اجباری تو ایرانه. مسیح خبرنگاری رو از سال 78 وقتی که 23 سالش بود با روزنامه همبستگی شروع کرد و بعد از اون خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایلنا در مجلس ششم شد و همزمان در روزنامه‌های شرق، بهار، هممیهن و اعتماد ملی هم فعالیت داشت. در سال 83 افشای ایدی 10 میلیون ریالی به نمایندگان مجلس در خبرگزاری ایلنا موجب اخراجش از مجلس شد. مسیح دوباره ازدواج کرد. از ازدواج اولش که تو سن 20 سالگی بود یه پسر به اسم پویان داره و چون شوهرش با فعالیت‌هاش مخالف بود باعث جداییشون شد. مسیح بعد از وقایع 88 با پسرش از ایران خارج شد و تو سال 92 با کامبیز فروهر خبرنگار ارشد بلومبرگ ازدواج کرد و ساکن نیویورکن. مسیح در برنامه‌ای به اسم تبلت در شبکه وا یا صدای آمریکا کمپین‌های متفاوتی رو راه مینداخت که در اون از زنانی که در ایران زندگی میکنن میخواست چهارشنبه‌ها با شال یا روسری سفید بیرون بیان و یا از کسانی که نهی از منکر میکنن فیلم بگیرن تا در دنیای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای پخش بشه. انتشار منابع مالی برنامه وا نشون میده که مسیح برای هر ماه $20,000 از دولت آمریکا حقوق میگیره. سالها بود که شنیده میشد خانواده علی نژاد انقلابی هستن و از کارهای مسیح به شدت گله‌مندن. پدرش کشاورز، مادرش خیاط و 2 برادر و 2 خواهر بزرگتر از خودش داره. خانواده مسیح اعلام کردند که 10 سال در مقابل مسیح سکوت کردیم، اما وقتی دیدیم در مقابل رهبری ایستاده دیگر تحملش را نداشتیم و از داشتن اون اعلام براءت میکنیم و پیرو خط رهبری هستیم. مسیح به دلیل انتقاد از مقامات ایرانی مشهوره و برنده جوایز زیادی از جمله جایزه حقوق بشر از اجلاس ژنو برای حقوق بشر 2015 دیدبان سازمان ملل، جایزه روزنامه‌نگاری امید از بنیاد مهدی سمسار و جایزه تعالی رسانه‌ای AIB یا تحسین برانگیز شده. مسیح قبلا در فیلمی گفته بود در روستای خودمان حجابم را برداشتم و باعث بی‌آبرو شدن خانواده‌ام شدم و تو همون روستا طلاق گرفتم و با این کار یه بار دیگه پدرم رو بی‌آبرو کردم. قبل از اینکه ازدواج کنم باردار شدم و دوباره آبروی پدرم رفت و لکه ننگ فامیل شدم و حتی از دبیرستان اخراج شدم. خواهر بزرگ مسیح گفته بود اون بعد از عقد رسمیش باردار شد، اما توی این مصاحبه مسیح بدون ترس نشون داد که بدون عقد باردار شده. مسیح میگه در نهایت زمانی که خبرنگار مجلس بودم دوباره اخراج شدم و دیگه آبرویی برای پدرم نمانده بود. مسیح علی نژاد علاوه بر فعالیت در روزنامه‌نگاری و مجریگری در نویسندگی کتابم فعاله و تا به حال 5 کتاب به نامهای تحسن، تاج خار، من آزاد هستم، قرار سبز و نوازش باد در گیسوانم رو به چاپ رسونده. مسیح علی نژاد تنها فعال ایرانی داخل و خارج کشوره که با امدادهای غیبی همزمان در صدای آمریکا، من و تو، BBC و تمامی رسانه‌های جریان‌های اصلی و مافیای جامعه روزنامه‌نگاران حمایت میشه و در همه تلویزیون‌ها بدون هیچ مشکلی تریبون یا برنامه داره. در حال حاضر مسیح کنار رضا پهلوی، نازنین بنیادی و عبدالله مهتدی ائتلافی رو تشکیل دادن تا به گمان خودشون مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی رو هموار کنن. مرسی از همراهیتون. لایک و کامنت یادتون نره.